علت خیلی از وابستگی‌های ما اینه که ما تو رابطه از فرد مقابل داریم انرژی خواری می‌کنیم و وقتی فرد مقابل ما رو رها می‌کنه احساس می‌کنیم که حالمون بده و فکر می‌کنیم عاشق طرف مقابل هستیم. بچه‌ها برای اینکه انرژی سالم و با کیفیت داشته باشید و سطح انرژیتون همیشه بالا باشه، باید به منبع انرژی وصل بشید. منبع انرژی خداونده. خداوند سرشار از انرژیه. وقتی به خداوند متصل میشی، با دعا گفتن، نیایش کردن، ذکر گفتن، سرشار از انرژی میشی. آدما از کنار تو بودن لذت میبرن، به تو وابسته میشن، از تو انرژی سالم و با کیفیت دریافت میکنن. چه اتفاقی میفته؟ آیا سطح انرژی تو کاهش پیدا میکنه؟ نه، چون تو به منبع انرژی متصلی. پس به خداوند متصل باشید به جای اینکه از رابطه ها انرژی خاری کنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.